سرخط خبرها: کشته شدن 11 جنگجوی TTP در ایالت خیبر پختونخوا. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان 2 عملیات جداگانه دست کم 11 جنگجوی TTP کشته شدند. سفر وزیر تحصیلات عالی به کشور عمان. وزارت تحصیلات عالی هدف از این سفر را تقویت روابط علمی میان این دو کشور عنوان کرد. و افزایش تظاهرات ایران. همزمان با این سپاه پاسداران ایران معترضان را تروریست خوانده است. وقت بر شما بخیر. به مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. شیخ ندام محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در رأس یک هیئت به عمان سفر کرد. وزارت تحصیلات عالی در خبرنامه گفته که آقای ندیم در این سفر با مقامهای عمانی دیدار و درباره تقویت روابط علمی میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. وزیر تحصیلات عالی همچنان در جریان این سفر از نهادها و مراکز علمی این کشور بازدید خواهد کرد. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در جریان 2 عملیات مستقل در مناطق وزیرستان و کرمه واقع در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 11 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در این عملیات مقدار زیادی از سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است. همزمان گزارش انستیتوت مطالعات صلح پاکستان در اسلام آباد نشان می‌دهد که این کشور در سال 2025 میلادی با افزایش قابل توجه خشونت‌های شبه نظامی روبرو بوده است. بر اساس آمار این نهاد شمار حملات هراس‌افکنی نسبت به سال گذشته 34% و تلفات ناشی از هراس‌افکنی نیز 21% افزایش یافته است. تظاهرات بر ضد حکومت ایران روز به روز در حال گسترش است. به گزارش خبرگزاری رویترز این اعتراضات با واکنش سخت حکومت ایران روبرو شده است. سپاه پاسداران معترضان را تروریست خوانده است. گزارش ها افزوده که تاکنون در این تظاهرات 78 معترض کشته و بیش از 2600 نفر بازداشت شدند. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی از معترضان خواست که شام یکشنبه به گونه گروهی به جاده ها برآیند. او گفت که حضور گسترده و شجاعانه مردم رهبر انقلاب اسلامی و رژیمش را به شدت نگران کرده است. همیهنانم شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای 3مین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کرده‌اند. آنچه برای خامنه‌ای باقی مانده اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. من ضمن تاکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 دی ماه از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. در طول مسیر از یکدیگر و از جمعیت مردم جدا نشوید و به مسیرهای فرعی که میتواند جانتان را به خطر بیاندازد نروید. بدانید که تنها نیستید. هممیهنانتان در سراسر جهان صدای شما را با افتخار فریاد میزنند که حتما تصاویر حضور پرشمار و گسترده آنها را از طریق صفحه تلویزیون می‌بینید. دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند.
به ویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. خیابانها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و میدانم که به زودی در کنار شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی گزینه‌های حمله به ایران است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. به گفته مقام‌های ارشد آمریکایی، برخی از گزینه‌های مطرح شده مستقیما نهادهای امنیتی ایران را هدف قرار می‌دهد. نهادهایی که متهم به استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراضها هستند. در همین حال این مقام‌ها تاکید کردند که هر گونه اقدام نظامی باید با احتیاط انجام شود تا پیامد معکوس نداشته باشد. یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا نیز گفته است که فرماندهان منطقه‌ای پیش از هر زمان احتمالی برای تقویت حضور نظامی آمریکا و آماده‌سازی سامانه‌های دفاعی در برابر واکنش‌های ایران به زمان بیشتر نیاز دارند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که یک هیئت فنی و متخصص از این وزارت برای شرکت در برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت و رشد حرفه‌ای عازم ازبکستان شد. این وزارت افزوده است که هدف اصلی این سفر بازدید از بخش‌های مختلف فنی، لابراتوارهای استاندارد، آشنایی با تجهیزات و روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی و تبادل تجربیات عملی میباشد. به گفته این وزارت در این سفر 28 روزه قرار است بر ارتقای معیارهای آزمایشگاهی، کنترل کیفیت و تقویت توانمندی‌های فنی در بخش معادن بیشتر تمرکز شود. همزمان با گذشت نزدیک به 3 ماه از مسدود ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان، وزارت صنعت و تجارت آمار داده است که میزان داد و ستد دو کشور پس از مسدود شدن این گذرگاه‌ها 40% کاهش یافته است. این وزارت همچنان افزوده که در این میان صادرات افغانستان به پاکستان از 807 میلیون دلار به 505 میلیون در سال 2025 کاهش یافته است. سلیمان اکبری با جزئیات بیشتر. تجارت افغانستان و پاکستان در سالهای متمادی متزلزل بوده و گرمی و سردی‌های زیادی را پشت سر گذاشتانده، همچنان بارها به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی متوقف شده است. نزدیک به 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌های بازرگانی و متوقف شدن تجارت میان دو کشور می‌گذرد. وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی آمار می‌دهد که میزان تجارت افغانستان و پاکستان پس از بسته شدن گذرگاه‌های تجاری میان دو کشور 40% کاهش یافته است. با گذشت 3 ماه از بسته ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان، تجارت بین دو کشور کاهش قابل ملاحظه داشته است. آمارهای 2 سال اخیر نشان می‌دهد که میزان تجارت بین دو کشور تا 40% کاهش یافته است. بر بنیاد آمارهای دیجیتالی، دو کشور در سال 2024 حدوداً 2 میلیارد و 461 میلیون دلار تجارت داشتند، اما این رقم در سال 2025 با 1 میلیارد و 766 میلیون دلار کاهش یافته است. میزان صادرات افغانستان به پاکستان در سال 2024 حدوداً 817 میلیون دلار بوده، اما این رقم در سال 2025 با 505 میلیون دلار رسیده. به گفته این وزارت، میزان صادرات افغانستان در سال 2024 میلادی 817 میلیون دلار بود که در سال 2025 این رقم به 505 میلیون دلار کاهش یافته است. برای که امنیت و مسئولیت تجارتی در افغانستان تضمین شود، ما نیاز داریم که متکی به کشور نباشیم، سایر بدیلا را در نظر بگیریم. طبیعتاً که بدیلای دیگر باعث میشه که اقتصاد تجارت افغانستان رشد بیشتر داشته باشه، گرایش تجار برای وارد شدن در میدان تجارت بیشتر شود. در کنار اینا قدرت چانه‌زنی افغانستان در مذاکرات تجاری در منطقه بالا میره و وابستگی افغانستان به یک مسیر محدود به عنوان یک نقطه ضعف در تجارت منطقه مطرح نمی باشه. این شگوفایی اقتصادی و تجارت افغانستان را از محصور بودن به یک کشور نجات داده و مسیرهای تجارت و ترانزیت را شگوفا می‌سازد. تجارت میان دو کشور پس از درگیری‌های نظامی متوقف شد و بازرگانان دو طرف بارها خواستار بازگشایی این گذرگاه‌ها شدند که ره به جای نبرد. امارت اسلامی پیوسته تاکید کرده که این گذرگاه‌ها تا زمان باز نخواهند شد که طرف پاکستانی تضمین کتبی برای استفاده نشدن تجارت به عنوان اهرم فشار سیاسی در برابر افغانستان ندهد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا همراه با نیروهای همپیمان روز شنبه حملات هوایی گسترده‌ای را در سراسر سوریه انجام دادند که هدف آن مواضع جنگجویان داعش بود. در این حملات چندین پایگاه و موضع داعش در نقاط مختلف سوریه هدف قرار گرفت. این عملیات در واکنش به حمله 13 دسامبر 2025 در شهر پالمیرا آغاز شد. حمله‌ای که در آن 2 سرباز آمریکایی و 1 مترجم غیر نظامی آمریکایی کشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه گفته که پیام ما همچنان قاطع است. اگر به نیروهای نظامی ما آسیب برسانید، ما شما را در هر نقطه از جهان پیدا کرده و از بین خواهیم برد. سپاس از همراهی شما. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.